یه دختری تو محملا خواب اسیری. تمام اونایی که توی دایره عاشورا بودن دارای فضیلت‌های زیاد، امتیازات فراوان که ما هم نمیتونیم بشمریم هستن. بله، چون یه کاری کردن بی‌نظیر بود از اول خلقت انسان تا امروز و از امروز تا روز آخری که انسان روی زمین زندگی میکنه. این دستگاه منحصر به فرده، اینقدر اینا مزیت امتیاز دارن. بنابراین از بچه کوچیش گرفته تا پیرمردش همه دارای امتیاز هستند. بله، در مقاتل نوشتن حضرت رقیه 3 یا 4 سال داشت و جزء اسرا هم بود و جزء عائله امام حسین هم بود. حتما یا پدرش امام حسینه یا سایر شهدای کربلاست. به اختلاف نوشتن، بعضی نوشتن پدرش امام حسین صلوات الله سلام علیه، بعضی هم نوشتن نه، به هر حال جزء عائله امام حسین بودن. بله، و قبرش هم حتما اونجاست. چون بعضی از علما ذکر کردن، ما به استناد او هم میتونیم همه کارهایی که درباره سایر شهدا انجام بدیم درباره ایشون هم انجام بدیم. عزاداری، پول خرج کردن، رفتن به زیارتش، همه اینا چون گفتن ما هم میتونیم اجرا کنیم. از برکاتش هم سابقا و لاحقا انشاءالله برخوردار خواهیم بود انشاءالله. بله، یزید ملعون 2 دوره داشت. تا شام خراب یزید ملعون فکرش فکر شیطانی بود، میخواست بکشه، میخواست اذیت کنه، میخواست تحقیر کنه، میخواست خودنمایی کنه، میخواست بگه من پیروز شدم. اما بعد از خطبه که امام سجاد صلوات الله سلام علیه خوند، مردم تازه فهمیدن که اینا دروغ میگفتن، خارجی نبودین، پسر پیغمبر کشتن. اوضاع برگشت. وقتی برگشت یزید خطر پیش آمده، جامعه داره شروع میشه فرداست که فوشش بدن، بریزن، تظاهرات کنن. بنا رو به عکس گذاشت، از خرابدارشون آورد، جای محترمانه بهشون داد، اجازه داد عزاداری کنن، تمام وسایل زندگیشون رو دستور داد که فراهم کنن. این بچه هم تمام خرابه اتفاق افتاد. اینم جز چیزایی بود که تخت و تاج یزید رو کمک کرد بیشتر به باد داد. خواب میبینه سر بابا رو نیز قرآن میخونه. اولین عزاداری زمان خود پیغمبر اکرم بود. ایشون قبل از تولد امام حسین گریه میکرد. امیرالمومنین گریه میکرد، همشون گریه میکردن، بعدم گریه میکردن. چون اون زمان راحت ترین، آسان ترین، بی‌هزینه ترین وسیله عزاداری گریه بود. بله، ولی بعد که حکومت شیعه در ایران تشکیل شد، سلیقه های مختلف در عزاداری پیدا شد. یکی سینه زنی بود، یکی زنجیر زنی بود. همه اینا در عرف ما عزاداریه. اما اون آسان ترینش، ارزون ترینش اون گریه است که همه انسان ها چون عاطفه دارن گریه به دنبالش بیاد. یهودی ها گریه میکنن، مسیحی ها گریه میکنن. اصلا خدا این انتخاب کرد مظلومیت رو. من همین گریه بود که همه دارن. پول نمیخواد، ساختمون نمیخواد، بیابون خیابون تابستون زمستون همراه آدمه. این راحت ترینه. اما همه اینا نیتی نشه عزاداری باشه. سیم طاووسی که از علمای برجسته شیعه است، نه علمای معمولی. یکی از اون علمای نادری است که کم اتفاق میفته علما مثل او باشن. بله، خیلی مقام شامخ عملی در تهذیب و تزکیه داره. تمحض و اختصاص ویژه‌ای هم درباره دعا داشت. هم جعل دعا و انشاء دعا و هم خوندن دعا و هم نوشتن دعا و اطلاع دعای حضرات معصومین. لذا کتابایی که غالبا نمیشه در دعاست. کم نظیر بودشون در علمای ما. خیلی مرد موفق و برجسته‌ای بود. بله، زحمت در علم و عمل هر دو کشیده بود. وجودش افتخارشی است. بله، این کتابی هم داره در مقام موعظه و نصیحت پسرش محمد. این برای همه ماها مفید خوندنش، به خصوص برای آیون طلاب خوندن این کتاب خیلی مهمه. بله،
او نتیجه عمرش اونجا به عنوان پیشنهاد پسرش تعلیم میکنه. برای امیدوارم انشاءالله کتاب تهیه کنید، مطالعه کنید، خیلی بهره داره. رضوان خدا بر او.